دسترسی به دوره بامداد تجربه علاقه‌مندان در مصلی امام خمینی رحمة الله علیه. محمد المصری، خبرنگاری خدا و سیما. شرکت شهید مدافع حرم بهروز واحدی به دست مردم کرج تشکیل و در ادامه همچنان به خاک سپرده شد. بهروز واحدی از مستشاران سپاه بامداد سه‌شنبه 7 فروردین پرستار حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه دیره شور سوریه به شهادت رسید. در حملات گسترده بامداد و سترگی رژیم صهیونیستی به نظر غزه تخصیصات 49 فلسطینی شهید و بیش از 100 نفر مجروح شدند. هواپیماهای جنگی و توپخانه رژیم